پاشو، همین الان. دفترتو بردار، قلمتو آماده کن. هیچ بهانه‌ای قبول نیست. هیچ وقتی برای صبر کردن نداری. 3 کار مهم برای امروزتو انتخاب کن. فقط 3 تا. همین. نه بیشتر، نه کمتر. نوشتنش کافی نیست. انجامش بده. همین صبح‌ها. وقتی دنیا هنوز بیدار نشده، وقتی همه خوابن، وقتی هنوز صدای تلفن‌ها و پیام‌ها نمیاد، تو داری تصمیم میگیری که کنترل زمانتو به دست بگیری. این قدم کوچیک که مسیر تو میسازه، هر روز همین قدم‌های کوچیک یه روز تبدیل میشن به توی منظم‌تر، آماده‌تر و قوی‌تر. حواست باشه، این برنامه روزانت باید واقعی باشه. نه لیستی که فقط میخوای پرش کنی، نه چیزایی که فقط آرزو هستن. کارهایی که انتخاب میکنی باید عملی باشن و به رشد واقعی تو کمک کنن. نذار حرف دیگران، مزاحمت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا افکار پراکندت تو رو منحرف کنن. تو مسئول زمانت هستی و هیچ کس دیگه این کار رو برات انجام نمیده. حالا تصور کن وقتی برنامه‌تو انجام دادی، حتی 3 کار ساده، حس رضایت و قدرتی که بهت دست میده قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه ای نیست. این حس موتور حرکت تو میشه. این حس باعث میشه فردا هم همین مسیر رو ادامه بدی، حتی وقتی خسته یا دلت نمیخواد. پس دفترتو باز کن، 3 کار مهم امروزتو بنویس و بدون بهانه هر کدومشون رو انجام بده. شروع کن از همین الان.